صخره‌ها فقط سنگن یا افسانه‌های محلی درباره‌شون حقیقت داره؟ سلام آماده این ما هم تهران رو بگردیم؟ چون اینجا ایرانگردی مجازیه، جایی که سفرمون هیچ وقت تمام نمیشه. امروز قراره به یکی از مرموزترین و عجیبترین جاهای اطراف تهران بریم، جایی که خیلی ها اون رو به اسم دره ارواح سنگی میشناسن. اما سوال اینجاست، واقعا این سنگ ها فقط نتیجه میلیون ها سال فرسایش طبیعتن یا همونطور که مردم محلی میگن داستان دیگه ای پشتشون پنهانه؟ حدود 40 کیلومتر از تهران فاصله میگیرید، اما هرچی جلوتر میریم منظره ها عجیب تر میشن. جاده کم کم وارد ارتفاعات البرز میشه و بعد از چند دقیقه بوم، اولین صخره‌ها خودشون رو نشون میدن. صخره‌هایی که انگار دارن بهت نگاه میکنن. از همینجا دلیل معروف شدن این منطقه رو میفهمی. سنگ‌هایی که هر کدوم شبیه یه چهره، یه جمجمه یا حتی موجودات عجیب به نظر میرسن. برای همین سالهاست مردم اسم اینجا رو گذاشتن ارواح سنگی یا آدمک جنبان. هرچی بیشتر نگاهشون کنی شباهتشون به صورت انسان بیشتر میشه و همین باعث شده افسانه‌های زیادی دربارشون شکل بگیره. یکی از معروف‌ترین افسانه‌های این منطقه میگه سالها پیش روی همین کوه‌ها قلعه‌ای وجود داشته، اما ساکنانش به خاطر اتفاقی مرموز یا حتی نفرین همگی به سنگ تبدیل شدن. یه روایت دیگه هم بین مردم محله میگه اینها انسان‌هایی بودن که به خاطر خشم خداوند برای همیشه سنگ شدن. شاید امروز این داستان‌ها فقط یه افسانه باشند، اما وقتی بین این صخره‌ها قدم میزنی، راستش رو بخوای، درک میکنی چرا این داستان‌ها به وجود اومدن.
اما حالا بریم سراغ حقیقت. برخلاف افسانه ها، دانشمندان میگن این سنگ ها حدود 50 میلیون سال قدمت دارن. اون زمان این منطقه زیر آب بوده و بعد از میلیون ها سال باد، باران، سرما، گرما و فرسایش خاک کم کم این صخره ها رو تراشیدن تا به شکل امروزی در اومدن. یعنی بزرگترین هنرمند اینجا خود طبیعته. البته جذابیت وردیچ فقط به این صخره‌ها ختم نمیشه. این روستا در ارتفاع حدود 1900 متری از سطح دریا قرار گرفته. به خاطر همین هوای خنک، طبیعت بکر و منظره‌های فوق‌العاده‌ای داره. اینجا درخت‌هایی مثل زالزالک، گردو، بادام کوهی، ارژن و انواع گون رشد میکنه. اگه خوششانس باشی شاید حتی حیواناتی مثل روباه، خرگوش، جوجه تیغی، سنجاب یا پرنده‌هایی مثل عقاب طلایی، کبک، تیهو و دارکوب رو هم ببینی. جالبه بدونی وردیچ بزرگترین روستای منطقه کن محسوب میشه. در مورد تاریخ دقیق شکلگیریش اطلاعات کاملی وجود نداره، اما شواهد نشون میدن این منطقه از دوران باستان محل زندگی انسانها بوده. حتی بعضی باستانشناسان احتمال میدن در دوره‌های اشکانی و ساسانی و بعد از اون هم مردم اینجا زندگی میکردن. در گذشته اشایر کوچرو بهار و تابستون رو اینجا میگذروندن. بعدها این منطقه به یک روستای کشاورزی تبدیل شد. حتی در دوره قاجار هم به خاطر آب و هوای فوق‌العاده‌اش یکی از محل‌های تفریح شاهزادگان بوده. راستی اسم وردیج هم خودش یه داستان داره. ورد یعنی گل و ایج یعنی جایگاه. پس وردیج یعنی سرزمین گلها، اسمی که کاملا برازنده طبیعت زیبای این منطقه است. اما با وجود همه توضیحات علمی، یه سوال هنوز بی جواب میمونه. چرا این سنگ‌ها اینقدر شبیه صورت انسانن؟ چرا شبیه چیزای دیگه نیستن؟ یا شبیه صورت انسانن یا حیوانات؟ یعنی واقعا فقط یه اتفاق طبیعیه یا همه افسانه هم شاید همیشه بی دلیل به وجود نمیان؟ اگر دوست داشتی اینجا رو از نزدیک ببینی، آدرسش هست
تهران حدود 40 کیلومتری غرب شهر، اتوبان خرازی، خروجی روستای وردیج و واریش، حدود 8 کیلومتر بعد از روستا به دره ارواح سنگی یا دمک جنبان میرسید. اما حالا نوبت شماست. اگه شب مجبور بودید فقط 1 ساعت توی این دره بمونید، جرأت میکردین؟ و اگر از این سفر خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید. هر هفته با هم یه مقصد جدید از ایران رو کشف میکنیم. برای همسفر شدن در ادامه رنگردی مجازی سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا مقصد بعدی رو از دست ندید، چون این تازه شروع ماجراست و سفر من هنوز تموم نشده. پس همسفرم شو.